این پیتزا خوشرو خوشگلو که میبینین صرف تصدش توی خونه درست شده. بریم که یادش بگیریم. اول از همه 2 دونه تخم مرغ و همراه با آب و شیر قاطی میکنیم. بعد یه قاشق شکر و یه قاشق نمک هم بهش اضافه میشه. بعدش هم خمیر مایه و 420 گرم آرد و آروم آروم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. بعدش که خوب هم خورد سرشو خوب میپوشونیم که هوا نخوره. میذاریم 45 دقیقه برای خودش استراحت کنه. بعدش مواد دلخواهمون رو بهش اضافه میکنیم. ولی موادی که من استفاده کردم سبزی، کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه و گوجه بود که خیلی خوش طعمش کرد. در آخر بهش ادویه پیتزا و فلفل سیاه اضافه میکنیم و خوب همش میزنیم. حالا وقتشه بره توی مایتابه و بپزه. بعد در مایتابه رو میذارید. روی درجه حرارت پایین میذاریم که خوب مغز پخت شه. هر برش تقریبا 25 دقیقه طول میکشه. در آخر میاریمش بیرون و بهش آویشن و سس میزنیم. منم برم که بوش داره دیوونم میکنه.